गो अल्लाह पाकी नामो या उम्मीद के हर जगह से द्राव डाडो सलामत बाते सक्यू सूरी मगिंदाते गुशमा और अमराए चा पाएगा इतला रसानी मैार जल्ली कने मेहमान नवाजी कने मर्चिकी शपा गोमा और अमरा बेता शब शायर हस्से व मैं सरजमी शायर जम बीतगा चश्मा दसबंदी कने के गोमा और अमरा बेता اتوارن که گما اور امرایت ما در خدمت واجه امید ملک زاده واجه جوست کنه که واجه این شب شهر برگ ما رو بگوشتم همین که در کنارم بوده باشی گل سرخ انارم بوده باشی سراوان در سراوان در سراوان تمام چابهارم بوده باشی این شب شعری که ما شما الان در حال برگزار کردن به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و همچنین جمع کردن کل شاعران استان برنامه ریزی بوده و امیدوارم هم که همیشه زی شب شعرام توانیم برگزار کنیم. شما زانه که هر جامعه تو که هر فرهنگ و هر قومی که ودا زبان و ادبیات ببیته علم بزان که شاعر هم هستیم. بالاخره هر قوم و جامعه به خاطری که وتی فرهنگ و هنر وتی واهشت و خواهشان مردمانه بگوشیته نیازی به یک زبانی هستیم. بله آن زبان باید یک زبان ادبی ببی، یک زبان هنری ببی که مردم هم دلگوش کنن هم لذت ببرن. که گما اور امرایت ما در خدمت واجه سیدی نماینده محترم حوزه انتخابی واجه واشد که عمر بگوشتن که اهمیت شاعر و شاعری میں فرنگ تو چطوره؟ الله شما را سبز و آباد کنه. ما شما را و شما عزیزی مخاطبان سلام عرض کنه. قبل از اینکه من در مورد اهمیت شعر گپ بکنم، در مورد تنوع قومی که الحمدلله در کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم و به عنوان یک در واقع ممتازین ویژگی که می کشوران و دیگه کشوران شاید متفاوت کن، این نکته باید بگوشم که می ملک می سرزمینی که تو که متفاوتی فرهنگ متفاوتی قومیت سالیان سال در کنار هم بدون هیچ مشکلی زندگی کتا. شما تصور بکنه یک رنگین کمانی اگر یک رنگی بیتی هیچ جذابیتی نیستی. رنگین کمان زیباییش این که چه متفاوتی رنگان شکل گرفته. قالیچه کاشان اگر فقط یک طرحی بیتی هیچ جذابیتی نیستی. این متفاوتی طرح که در کنار هم و هم راستا با هم تونه زیبایی پدیده یه شکل بده. فرهنگ هنچه فرهنگ ایرانی متشکل از فرهنگ های قومی مختلف کرد و بلوچ و ترکمن و عرب و فارس کرد بدون هیچ مشکلی در کنار هم زندگی کتا و این زیبایی رنگین کمال شکل داتا. در بین مؤلفه های فرهنگ یکی چه مهمی مؤلفه ها شعر و ادب که شعر و ادب در فرهنگ ایرانی همیشه مشخصی جایگاهی بیته. شاید مهمترین شعرای شاید تاریخ دنیا می ملک بیتگان. به همان نسبت بلوچستان ها سرشار بوده از ظرفیت های بی‌بدیل ادبی و شعری. ما گندن چه سید زوشای هاشمیه گفته تا جیار مولا بگیر تا مولانا روان بود. تمامشان ظرفیت هایی ہیں که مولانا روان بود معروف به سعدی بلوچستان ہے. این ظرفیتانی زانک باعث بنتے کہ میں شما فرهنگ عمق پیدا بکنتے و من بی نهایت خوشحالم چه اتفاق خوبی که در مرچی شهر چهبار تو کپتا و عزیزان در کنار هم جمع بیتگان و چین محفل ادبی شکل داد. شاعری اگه بچارتی یعنی تقریبا لازمان درسته جلوتر از نصره. اگر نظم ما گوشه نظم و بعد گوشه نصر شاید لازمه زبان تو که گوشه شاعری کلمات سازی شاعری ها کتا
یعنی از این کلماتی که جملاتی که ما را هستند رو شاعران در گرفتن، خلاقیت شاعران میتگم و هر کدر شاعر گشته بی مواد اولیه جامعه گشتر بی و درگیریان کمتر بند و کسی که ملکی که تو که شاعر مبی آن ملک ایلا فرهنگی تو که وطبات اقا بکن. شالم در جمع هنرمندان شاعر استان هستم. امیدوارم این قضیه تداوم داشته باشه، خصوصا حضور بانوان عزیز در این جمع باعث خرسندی انشالله از این مراسم ها و برنامه ها همیشه باشه. در مورد جلسه اگر کلوتین ابردین شکر جلسه بسیار عالیت مجموعه شاعران استان و بلوچستان هم در حوزه زبان فارسی و هم بلوچی حضور پیدا کردن شاعران سرشناسی که اما افتخار دارن که دارن شوان اشعار و شوان حضور استفاده کنن. خانم ملکزاده ما را بگوشتن که شما شاعر چکایا یاد گرفته و که شما مشوق بیتا که شما شاعر بانده. خب شی تمام دانند که مشاور و استاد من بچگی پتون بوده. لحظه که من یادمون گناهی همراه بوده تا الان هنگه هر همراهی دیگه همه زوا شب شعران هر ربطیم و هنگتم که هنگتا برنامه با هم اجرای کنیم. خوشحالیم که به عنوان شاعر و بانو در این مراسم شرکت کردیم در کنار دیگر شاعران و داریم از ظرفیت‌های استان اینجا استفاده می‌کنیم. مرگم به پای دار می‌آید، تنم سوزان لبم لرزان که او بیزار می‌آید. پهر بنده ما وطیپا گل زمین پسگان اے وطن سور سلامے اے وطن سور سلامے سرمتاب حملان. مروچی شب شعر استانی به مت واجه حمید ملکزاده بولان بلوچ برجم دارک بیتا گو ای وشین دیوان که مروچی درای شاعر میں استان دا جمع بیتگا انشاءاللہ که همیشه ای شب شعر ای واشین جایم بخصوص چاوارا میں مرکز ما قرآن زمین انشاءاللہ همیشه برجم دارک ببین. خوشحالم در جمع هنرمندان استان هستم، شاعرای استان. شب شعر موج و مرجان یک کار بکر جدید و دوست داشتنی توسط دوست عزیزم حاج حمید ملکزاده و نفس کار خیلی مهمه. بعد یک سال بالاخره ما تونستیم شاعران عزیز رو ببینیم و به نظرم یک برنامه کاملا بی‌نظیره.